به همه نور و جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است. ماه پرفیض و فتوح، ماه پرفتح و شکوه، پاکی طینت و روح رمضان آمده است. بهر دلهای حلیم، بسم رحمان و رحیم، از خداوند کریم رمضان آمده است. آرزوی دل ما، صلح در منزل ما، حوره محفل ما رمضان آمده است. فصل گلبیز نیاز، دل ایمان بنواز، به طهارت به نماز رمضان آمده است. رمضان شریف بر خاندان هر یک شما قدم خجسته گذاشت فرخنده باشد. یک سلام پر از صداقت، دوستداری، پر از محبت نثار هواداران برنامه پرنده های مهاجر بادا و این رمضان بر ملک و منزلتان رحم و شفقت در دلتان و یک احساس گوارای محبت در جسم خوشگلتان آورده باشد گفته تمنا میکنم. دست دعا میبرداریم. خب هر قدر انسان بیشتر رمضان را مشتاق شود، همان قدر لذت آن را بیشتر درک میکرده است. یک بزرگوار گفته که ماه رمضان به مثال با زیبایی و با شرافت و با این همه فیض و برکتش مثال حضرت یوسف در بین دیگر برادرانشان هستند. این خیلی یک زیبا تمثیل داده. خب یک بار دیگر رمضان شریف را بر همه شما مبارک باد میگویم و آن نفرانی که بین شما حالا سن و سالشان بالاتر از 30 یا 40 برآمده است، آنها نقص در خاطر دارند که رمضان های دوره کودکی ما چقدر پرفیض بود. باشد که همین خیل رمضان ها با همین خیل یک فیض و برکت آمده باشند. حالا هم فیض دارد، هم سال فیض دارد، اما یک ادام عجیب ملی داشتیم در زمان کودکی که ماه رمضان می آمد. همگان محض برای خریدن یک شیرینی مردمی که خلقه تاجیکی یک طعام ملی نیشالا می رفتند، همه نیشالا گرفته می آمدند. کودکان در خانه یگان مولا جمع می شدند، او اذان می گفت و همون چنگ کوچه را بر فلک پیچانیده داد و فریاد کرده با شعرهایش حتی با خانه هایشان می دویدند. یک فیض و یک تراوت عجیب داشت ماه رمضان. ماه رمضان آمد، فیض به جهان آمد، زین مه به مشام دل بوی ز جنان آمد. این منزل قرآن است، از رحمت رحمان است، مر جان و دل ما را روشنگر ایمان است. این ماه مبارک باد، این ماه مبارک باد. اصلا همین برنامه امروزه را میخواستم بر فرهنگ مهاجرت، بر موضوع فرهنگ مهاجرت بخشیده باشم، اما یکی فکر کردم یکم روز رمضان برنامه آغاز شد و عجب یک خوبی هم دارد. برای همین بیاید برای دل یک دیگر را شاد کردن از آمدن قدم مبارک رمضان یک خرسندی همان را بر یک دیگر ابراز کردن، این برنامه را برای تهنیت گفتن یک دیگر با ماه شریف رمضان بخشیده باشیم و بسیار هم خوب است. هر بار یک قدر کلی نخوشتامن و پدر و مادر گویم هر بار بخشیم برنامه را بر یگان موضوع های ادبی فرهنگی سیاسی باشد که یک برنامه هم باشد که پر از تمنیات، پر از چه باشد، یک خوبی خواستن ها، پر از تهنیت ها باشد. بینندگان عزیز، تماشابینان خیلی گرامی قدر تلویزیون و شنوندگان عزیز رادیوی پیام، تلویزیون پیام، بگذار دسترخوانتان همیشه پر از فیض و فراوانی باشد در این رمضانی که در آغاز قدم بهار فرخنده پیامده یک رمضان خوب در زندگیتان باشد. بگذار هر یک رمضانتان خوب باشد، چون که
خیلی نفرانی هم بودند که رمضان پیشین دعا کرده گفته بودند تا رمضان دیگر خورم و بردم برسان، اما تا این رمضان رسیده نتوانستند. عمر وفا نمی کند، عمر به کسی وفا نکرد. همین رمضان را باید آنچنان با عبادت، با یک اخلاص خاصه، آنچنان با یک مهر و محبت نسبت آفریدگار گذرانیده باشد و هر یک لقمه که بر دهان میبرید با شکرگزاری روی دست گرفته باشد که انا همین رمضان گویا آخرین رمضان عمر شما باشد. واقعا در این برنامه هم یک جفت سوال آماده کردم. سوال ها وابسته بر رمضان هستند، یکی وابسته بر رمضان، دیگر نه آنقدر، اما خیلی سوال جالب است. نفر جواب میگوید در آخر برنامه شاید یگان خواهش او را اگر وابسته احادیث یا آیات قرآن باشند چون ماه رمضان است اجرا کرده توانیم. یک سوال، یک اسباب متماتیکی است، اسباب متماتیکی است و برای گم نکردن حساب و کتاب به ما داده شده است. یعنی اختراع کردند برای آنکه حساب گم نشود. این اسباب متماتیکی را ما داریم، در همه خانواده ها هست و از همه بیشتر همین اسباب را به یکدیگر توفه میکنند. اما شاید از راه اشتباه باوری باشد که اشتباها باور کردن که این چیز مقدس است. مقدس نیست، اسباب متماتیکی است و تنها برای گم نشدن حساب است. حساب شماره های انیق را در بر میگیرد. این چه اسباب است؟ این سوال یکم. تکرار میکنم، اسباب متماتیکی است که برای گم نشدن حساب با مانند شات میگویند که چوت تاجیکان همین خیل ترجمه کردند، عیناً گرفتند کلمه را، با مانند همان است. اما از همه بیشتر همین اسباب متماتیکی همچون تحفه تقدیم میگردد. خب این چه اسباب است که برخی مقدسش میشمارند؟ و سوال دیگر، میگویند که در ماه شریف رمضان شیطان زنجیربند است، درهای جهنم بسته است و بهشت باز است و در این ماه همگان را مهر و شفقت و محبت و دوستداری و همت و بالا میگیرد و بدبینی و این همه را محو میکند. اما در ماه شریف رمضان هم کفالت دادن نمیتوانیم که دزدی نمیشود. میشود دزدی هم، کشتار هم، دیگر و دیگر جنایت ها در ماه شریف رمضان هم به عمل می آیند. پس اگر شیطان زنجیر بند است، کی وادار میکند که انسان با این گونه گناه ها دست میزند؟ سوال را تکرار کنم. خب معلوم که فهمو چی وادار میکند که انسان در ماه شریف رمضان هم دست بر گناه زدن میماند؟ چون شیطان زنجیر بند است. کوتاهی سوال نه اینقدر و میتوانید زنگ زنید. شماره های ما در همین نوار، پایانی نوار آورده شدند و واقعا یک تگمچه پسند را پخش کردن را دریغ ندارید تا که تمنیات نیکی خود را همگان رسانیده توانند بر اهل وطن، خانوادهشان، بر مهاجران عزیز. شاید دشوارترین حالت باشد برای مهاجران که امروز دشوارترین طرز روزگیری، چون که اینها گاه بیشتری حالت در جای کار هستند، کارهای وزنین میکنند و اجر و ثوابشان هم شاید بر اینها بیشتر باشد. خب نفر علکه جواب دادن، با آداب ستارف گفتن، تسبیح و فرزانه اسراری هم گفتن. سوال یکم علکه جواب پیدا کرده است. پس مجری برنامه را علکه بردید، یعنی من باختم. علکه من گمان کردم تا آخر برنامه این سوال دور میزند. درست است، تسبیح است. این اسباب متماتیکی است که 33 دانه دارد و برای حساب گم نکردن حساب 33 ساخته شده است. اما دینداران آن را مقدس میشمارند. دینداران نه، یک باور میکنند نفرانی که مقدس میشمارند، بوسیده به چشمانشان میمالند، اما یک اسباب بیش نیست. خب این تسبیح هست. درست، مبارکتان باشد. اگر کمتر آمادگی میدیدیم یک صدای قرصک و صدای چی آماده میکردیم میگذاشتیم، اما به هر حال مبارکتان باشد. این تسبیح هست. سوال دویم هنوز جواب ندارد. سوال دویم کمی جواب مکمل تر میخواهد.
برنامه رمضانی برین شد، برنامه پرنده های مهاجر. و یک بار دیگر بر همان مهاجرانی که ناوابسته از شرایط دشوار مهاجرت امروز کفل بر در نفس زدند و روزه میگیرند، آفرینشان میخوانم. بگذار هر نیتی که در دل دارد جامعه عمل باشد. همینجا در استقبال رمضان اندک گرد آوردم آن کارهایی که باید پیش از رمضان بر استقبالش اجرا میکردیم. اگر در استقبال یگان عید و ایام قرار می داشتند، مردم برای استقبالش لباس می دوزاندند، مثلا طعام ها آماده می کردند. رمضان هم نآمدن پیش باید آماده باشیم. چی کار؟ خب اینجا با آداب ستارف دو سوال دوم، بله، جواب نفس است و صدای خاموش کنید گفتند. نفهمیدم. خب سوال دوم جوابش نفس است، درست. یعنی اهل عرفان میگویند که نفس انسان 70 مراتبه پرقوت‌تر از شیطان است و نفس وادار میکند که نفس کدام وقت وادار میکند؟ وقتی انسان عادت میکند که مثلا دروغ گفته، عادت میکند غیبت کرده، دزدی کرده، عادت میکند دست به جنایت های مدهش زده. در ماه شریف رمضان هم هرچند که شیطان زنجیربند است، از روی عادتش از نفسش وادار میکند که این کارها را انجام دهد و همین مخلصی عزیزی ما میتوانند خواهش از ما کرده باشند، ما البته اجرا میکنیم. استقبال ماه شریف رمضان برای هر یک موسم خوب در چاره‌بینی مهم گفتیم در فرارسی آن آمادگی میبینیم و رمضان هم همچنین یک ماه پر از عبادت باید باشد، ماه پر از همت باشد، شفقت باشد. تنها شخصی از رمضان به شکل شایسته میتواند بهره برداری کند که پیش از فرارسی آن آمادگی بیند. کارهایی که پیش از رمضان باید انجام داد تا که قلب و روح برای استقبال آن مهمان شریف آماده گردد، عملهای زیرین هستند. مثلا از گناه های کرده صدقاً توبه کردن قبل از ورود رمضان بر خاندان، از گناه های خود صدقاً توبه کردن که با یک قلب و روح پاکیزه وارد رمضان باشیم. از کسانی که به آنها ظلم کرده باشیم، حق نفر را از خود کرده باشیم، نفر را با دست یا زبان آزرده باشیم، باید حتما از ایشان عذرخواهی نماییم. زبان را با ذکر، خاصتا با استغفار مشغول کرده باشیم. همه روزه برای قرآن خوانی وقت جدا کنیم. بغیر از نمازهای فرض و سنت باز نمازهای علاوگی نفل باید گذاریم. خود را با صدقه دادن گرچه اندک هم باشد عادت کنانیم. دشوارتر است از پول کارکردتان برآورده است تا دل به نفر بخشیدن و فراموش کردن کم دشوارتر است. باز گفتیم که نفس وادار میکند که تو خودت چه روز و روزگار داری که باز به نفر تقدیم میکنی. نه، هرگز باید بر نفر تقدیم کنید، چون خداوند دست دهنده را برتر از دست گیرنده دانسته است. باید تقدیم کنید. وابستگی خود را با شبکه ها کم کردن و دوری از همین وسایل جستن. مثلا در یک روز کم وارد شوند، 4 5 10 مرتبه به تلفن وارد شده میکوبند میبینند، اما در یک روز کم نفرانی هستند که قرآن بر دست میگیرند. دعا کردن، صدقاً خواستن اینکه به رمضان برساند و توفیق ادای طاعت، تا که توفیق ادای طاعت بخشد خداوند. احکام روزه‌داری را آموختند، پرسیدن، دانستن و از دوستان بیکار و بیهوده‌کار دوری جستن. خب دوستان عزیز و گرامی، باز یک بار دیگر نفری که با آداب ستارف نام دارند تسبیح گفتند و سوال دیگر را نفس گفتند، تبریکشان میکنیم. شما هم میتوانید تبریک کنید، زنگ زده همدیگر را با فرارسی یک رمضان شریف، یک ماه پر از نور و فیض و برکت. بگذار دائم دسترخوانتان پر فیض باشد.
گفته تمنا میکنم. واقعا من برای شما یک راه آسانی ختم کردن قرآن را میگویم. 603 ورق، 3 ورق خیلی آسانه. 600 ورق گویم اگر هر روز بعد هر یک نماز 4 صحیفه همگی قرآن خوانید، در یک ماه ختم می شود. در یک روز 20 صحیفه، در 30 روز 600 صحیفه. دیده چقدر آسان است؟ خیلی آسان است. برنامه پرنده های مهاجر است. شاید نفری که عین حال وارد شد بر شبکه گمان کند که یگان برنامه امر معروف رفته ایستاده است. نه، این برنامه پرنده های مهاجر است و همین برنامه در انتظار شما است. بسیاری ها می نویسند کی ساعت یعنی قش را گویید، ما خیلی انتظار می شویم، برنامه هایتان را دوست می داریم گفته بسیاری ها می نویسند. بربند دهان از نان کامت شکر روزه، دیده هنر خوردن بینگر هنر روزه. آن شاه 200 کشور تاجت نهد بر سر، بربند میان زودتر کامت کمر روزه. در برای رمضان شاعران شعر گفتند، ادیبان مثلا حکایتچه های نوشتن تربیوی است. بزرگان اسلامی هم غیر دین هم خیلی بسیار نوشتند، اما بهترین، والاترین، پرتاثیرترین سخن را خود خداوند گفته که ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن را فرو فرستاده شد و تمام معنی زندگی با تمام فصاحت و بلاغتش در همین کتاب مقدس ما هست. ما گفتن ارزنده است، کتاب مقدس قرآن هست. رمضانتان فرخنده باشد. باز هم من فقط حرف میزنم یا شنونده عزیز هم زنگ میزنند و تبریک میگویند یکدیگر را. رمضانتان مبارک باشد یک بار دیگر. و باز حرف گفتنی بودم در باب ماه شریف رمضان. عضوهای انسان، هر یک عضوهای اعضای انسان یک وظیفه مکمل را اجرا میکنند. مثال عادی همه میدانند جگر بغیر از دیگر وظیفه های 3 وظیفه اساسی ترین دارد. من درس بیولوژی گذاشتنی نیستم و هر حال آناتومی، یعنی که جگر بغیر از آن که خب زنگ نو را قبول میکنیم بعدا صحبت را ادامه میدیم. درباره فایده های گرسنگی گفتنی بودم. بله، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. مادر عزیز خوبه؟ سلامتی خوبه؟ بسیار تشکر رمضان دارم. بله، خدا را شکر. رمضان فرخنده باشد. رحمت از شما را با کل شنوندگان و مسلمان روی دنیا می‌کنم که رمضان مبارک باشد. خداوند همه وقت در راه راست باشد، همه وقت نگهبانشان خداوند باشد. الها گفته های شما جامعه عمل باشد. و خب موضوع چیست مادر عزیز؟ موضوع ما همین تبریک گفتن با ماه شریف رمضان. و اگر درباره رمضان حرف خاطرمان داشته باشد هم مرحمت. ما چی را گفتم مادر عزیز، خداوند همه را همه روحای باد بگردونه و نگهبان باشه، همه وقت در راه راست باشن. ما همه خیلی دوگوییم که همه خیلی باشن، همه زنده باشین. مادر عزیز خداوند نگهبان تا باشه. بهترین برنامه بسیار خستم باشه. برنامه شما را پیگیری میکنیم مادر عزیز. خداوند همه وقت نگهبان تا باشه، همه کل مسلمان دنیا را، کل بندای الله را خداوند نگهبان باشه. تشکر زنده باشین مادر عزیز. بسیار تشکر. خب دادر تشکر برای زنگتون. اولین زنگ بود و تمنیات زیبا بود، نیت های نیک بود. در ماه رمضان دعاهای ماه رمضان مستجاب میگردند. میگویند باشد که همه دعاهای نیکتان مستجاب گردند. در باب فایده های گرسنگی گفته ایستاده بوده. یا خود همین جگر عضو انسان 3 وظیفه اساسیش را گویم، دیگرهایش را بعدا شاید اگر دکتر شدنی باشد می‌آموزید. شکر زیادی، قند زیادتی در جسم انسان بوده را جگر ذخیره میکند در خود تا که به خون بسیار آمیخته نشود و کمک میکند غدود زیر معده، هورمون جدا کردن غدود زیر معده در این راه برای ذخیره کردن شکر. سیک خون را تازه میکند. جگر تلخه جدا میکند، خوراکای بد هضم یعنی دشوار هضم میشوند. و در یک ماه شریف رمضان که معده بیشتر حالت خالی میماند، جگر خیلی دم میگیرد
فراغت میبرد، این علاقه ادبیات شد دام میگیرد و از پای سلامتی خود تازه کردن خود جگر میگردد. یا اینکه عادی ترینش مثلا گرده انسان هرچی نالازمه که هست در وجود ما جدا کرده روان میکند از وجود، از ارگانیسم ما. و در یک ماه رمضان گرده در نمیتواند این همه تشانی های در رگ و پیوند ها در روده ها جمع شده را کاملا گرفته خالی کند. بسیاری ها میگویند که نمک جمع شده در تخت پشتش، در زیر پایش. و اگر یک ماه رمضان که شما بیشتر گرسنگی میکشید، گرده دیگر نمک زیادتی یا اینکه دیگر تندی و تلخی های زیادتی، زهر زیادتی که نمیماند، گرده اون تشانی های در وجودمان بوده را تازه می کند. یعنی در رمضان علاقه جسم ما، ارگانیسم ما پر می شود، خالی می شود، یعنی از همه تشانی ها خالی می شود و از چی پر می شود؟ از سلامتیش بیشتر برقرار می گردد. یک دکتر هندوستانی بود، مسلمان نبود، اما یک راه انتخاب کردهش تمام بیمارانش را، هم مشتریانش را با راه گرسنگی تبابت میکرد، حتی حیوانات را با راه گرسنگی تبابت میکرد. ما مکتب میخوندیم، زمان شوروی بود، در کریدور مکتب در دالان ها رسم ها زده میموندن. در ماه رمضان باز دین افیون است گفته بر جسم نفر مار میپیچاندن، میگفتند روزه سلامتی را کاهش میدهد. امروز جمعی عالمان ثابت ساختند که نه، گرسنگی در یک سال یک مرتبه یک ماه گرسنگی کشیدن خیلی فایده بزرگ بر جسم ما دارد. البته شنوندگان عزیز فراموش نکنید تکمچه پسند را پخش کنید، یعنی لایک گذارید تا این برنامه پخش شود و بیشتر بینندگان ما آگاه باشند، برخوردار باشد. ما آگاه نکردیم که برنامه یک ساعت قبل صدا میدهد، باید برنامه پیشین میگفتیم. ما به نظر گرفتیم وقت افطار را، چون در مملکتی که ما حضور داریم وقتی افطار می شود، اگر کمی دیگر دیرتر یک ساعت پس آغاز کنیم. به همین خاطر خب تا دمی که نباشد شما به ما زنگ میزنید، من برایتان چی گفتنی هستم. بابت فایده های گرسنگی کمی گفته گذاشتم. تشانی بیشتر از چی حاصل می شود؟ کلمه سفید را ما بیشتر استفاده می بریم در عباره های رمزی، عباره های مجازی. بخت سفید، خوشبختی دیده نمی شود که سفید از سیاه است، لیکن میگن بخت سفید این خوشبختی، راه سفید، راه بی خطر. مثلا باز میگویند مرگ سفید این نشعوار است، همون نشهی که بانگ مثلا دیگر و دیگر نشواری ها، مواد مخدر. و باز میگویند زهر سفید. شاید کسی در بین شما گمان نمی کند که زهر سفید شکر بوده می تواند. بله، شکر است. شکر شیرینیش بر جسم ما نیرو می بخشد، اما غیر شیرینی شکر دیگر چیزی هم دارد که آن تشان می شود، در وجودمان باقی می ماند، در رگ ها باقی می ماند. و بهترش این که شکر را پخته در شکل مربا، مثلا شیرینی، نیشالله یا اینکه دیگر چیزها استعمال کرده باشیم. نزد یک حکیم بزرگ مادر فرزندش رو گرفته میبیارد، میگوید یگان پند نصیحت کنید فرزندم کمتر شکر خورد، کمتر شیرینی خورد. اون بزرگوار میگوید بعد یک هفته بیا، من البته نصیحت میکنم. چون نصیحت او را همگان قبول میکردند. مادر میرود همراه فرزند، بعد یک هفته میآید، باز هم او زنگ نو را قبول میکنیم و بعد ادامه میدهم. مرحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. گوش میکنم دادرم. مادر عزیز، شما را با فرارازی این ماه شریف رمضان تبریکات. تمام کل مردم تاجیک را، اهل مسلمان را تبریکات میگیم. شما را هم مادر عزیز به این راهی که هستین انشاءالله خوشحال هستیم که شما را میشنویم. یک بار از فرصت برده از منبر شما آزادی بر عکه عزت امان
بله آزاده منفی ادامه خود کنید. سربلند باشه مادر عزیز. بسیار خوب. دعاهای ماه رمضان مستجاب میگردن، همگان باید دستی داور داریم و برای زدمان آزادی خواسته انشالله باشم. بهترین. انشالله انشالله. بله شما را خداوند الله خواهد. در حفظ و نگاه داره. الله نگهبان تو باشد. بسیار تشکر دارم. بله باید دعا کنید که خداوند کل زندانیان را رهایی بخشد. کل زندانیانی که امروز بیشترشان به یگان جرم و گناه انشالله پشت پنجره اند. انشالله روزش خواهد. انشالله ما الله امید داریم. انشالله دایم دعا گویم در حق شما، در حق برادرانی که در زندان هستند. به خاطر الله همه شما رو ما دوست می‌داریم انشالله. بله بهترین. تشکر. بسیار تشکر. به خدا شکر که شما در هستید. پناه الله شما، در پناه تشکر. الله باشین. الله شما را حفظ کنه. خب خداحافظ باشد شما را نیز. بسیار سخنهای پر محتوا بودند. زنگ دیگر را قبول کنیم یا خب بابت چیزی گفتنی بودیم. ها شکر. بعد آن بزرگوار بعد هفته زن با فرزندش می آید تا که بزرگوار نصیحت کند. او باز هم به تاخیر می اندازد پند و نصیحت را می گوید. باز هم خواهرم بعد هفته دیگر بیا و همین طریق 3 مرتبه او را همراه فرزندش گسل می کند. مرتبه 4 می آید. بعد آن بزرگوار می گوید جانی بابا، جانی عمک، شیرینی خیلی ضرر بزرگ دارد، هرگز بیش از معیار استعمال نکن. و آن کودک با همین استعمال نمی کند. فقط زن در حیرت می ماند که چرا این انسان بزرگ مرتبه 4. خب زنگ دیگر را قبول میکنیم بعد ادامه میدهیم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله. شما را نیز خواب. سلام و درود به پایان به کل تهیه‌گران برنامه و کل هموطنان عزیزم میرسانم و ماه شریف رمضان را به یک شما عزیزان در سراسر دنیا هستید و این برنامه را پیگیری میکنید از صمیم قلب تهنیت میگویم. و راجع به موضوع برنامه شما راستی گپ تازه به برنامه شما پیوستم، اونقدر نفهمیدم که در کدام موضوع است. موضوع تمنیات رمضانی بود. تهنیت گوید یکدیگر را تبریک کنید با ماه رمضان و حرف در بابت ماه رمضان باشد. مرحمت. رمضان مهاجر چگونه بشود؟ این سال یک رمضان بسیار عجیب شده است برای ما که زیرا همه مهاجران ما در یک مصیبت، در یک دشواری که از برادرمان دور هستیم، یعنی که برادر ما از ما دور است، راستی گپ این برای ما بسیار دشوار است و در این ماه شریف رمضان دعا میکنیم همگی و درگاه خدا که این گونه به انصافی ها با آخر برسد و این ملت ما سر خمش بلند گردد و هر کجای دنیا که باشد با تاجیک بودن خودش بفخرد و با آزاد بودن خودش خوشحال باشد. آرزو میکنم در این ماه رمضان اگر دعای من در پیشگاه خداوند یگانه هم قبول باشد، پس آزادی به کل مردم تاجیک، آزادی سخن، آزادی در دین، آزادی در لباس، آزادی در همه چیز و این مردمی بسیارم مظلومم. ممنون میکنم و آرزوی بیشترینم همین است، برای خودم نه برای برادرم عزت امان آرزو میکنم که او هر چیز زودتر از زندان نجات بیابد و امثال او برادرانی که ما متاسفانه نمیشناسیم ولی آنها در کند زندان با این گونه سبب هایی که تهمت و دیگر است، خداوند همه آنها را از زندان ها نجات بدهد و همه مسلمانان روی دنیا که از هر ملت هستند ولی هم دین ما هستند، خداوند از هر گوشه دنیا که زندان هستند آزادشان بگرداند و رضای خداوند را هر یک ما دریابیم و مینتداری خود را به شما هم بیان میکنم که برای ما امکانیت حرف زدن میدهید. زیرا چند وقت بود که میخواستم با شما در تماس شما، متاسفانه بسیار دشوار بود. خب امروز وقت و ساعت شده است. خداوند شما را نگهبان باشد، خداوند همه ما را به مراد و مقصدهای نیک ما برساند و رمضان ما را خداوند قبول بگرداند. بهترین از خواهر جانم.
بعضا ایدها را یک روز اید را انتظار میشویم، 2 روز اید را انتظار میشویم. رمضان 30 روز اید است، 30 روز پی هم 30 شده قطار اید است، 30 مروارید ایدان است، مروارید اید است 30 روز رمضان. تشکر برای اینقدر سخنهای پرمهر هم پرمحتوا هم. جامعه عمل پوشد گفته هایتان. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد دم سوزد، دم دیگر نمی سوزد. همین گپ درباره چراغ باشد. چراغ پیش از همین جین چراغ میگویند یا که فانوس میگویند، پیش از آن که خاموش شود یک بار کمی بلندتر در میگرفته است. شم هم همین خیل است، پیش از آن که نوکچه سوخته تمام شود یک بار کمی بلندتر در میگیرد. انا همین خیل فلسفه بزرگ است این سخن. زنگ نو را قبول میکنیم. الو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام برادر، گوش میکنم شما را. ماه شریف رمضان با کل برادران مسلمان تبریک میگویم و آرزو و عمل دارن خداوند جامعه عمل بکند. و بعدا یک چی رو گفتنی هستم که من شخصا یک رمضان هست که از یادم نمی رود. والله یک 4 سال پیش بود من روزه گرفتم، 27 روز گرفتم روزه، اما روز 28مش بود یا اینکه 28مش بگم که اصطلاح همین روزی نبگم روزه ما خوردم. همین هر رمضان میشه هم دخیل میام هم غمگین میشم. یک همین برکت رمضان در همین ما میبینیم که در همین غیر رمضان همین تا خوراکی که در رمضان با لذت میخوری در غیر رمضان همین تا خوراک من یگان وقت خوردگی نیستم. اینا همین بگه وقتی افطار کردیم چقدر خوراک نگه نمیکنی که چه خیلی خوراک هم مزه خوب داره. و بعدا بر تمام زندانی های که عزت امان خصوصا آزادی میخواهیم و دیگر زندانی هایی که بیگناه پس پنجره رفتن خداوند همگی شما آزاد کند تا اینکه نزد فرزندا و اهل خانواده شما باشند. بسیار غمگین هستیم که بعضی برادرای زندانی هستند امروز در پشت پنجره هستند، اما در آزادی. خداوند همه را نگهدار باشد. این آرزوی همیشگی من بود برای بله. برادران. واقعی در پناه خدا باشید. خب موضوع برنامه و فکرم که اول امیر رمضان بود. بله با رمضان تبریک گفتن. بهترین، خب برادر بهترین حرفا بودن. من زیاد این برنامه رو پیگیری میکنم، هر هفته گوش میکنم یا همین برنامه و پرنده های محبوب از روزی که اینجا برنامه شد هر هفته انتظار میشیم، انتظار میکشیم که همین که روز 3 شنبه بشه و برنامه رو گوش کنیم. بسیار خرسندم برادر، برنامه بسیار خرسندم. هر روز زی خودت بپرس اگر تو مرده که امروز چه خدمتی به مردم کرده. همین خیلی باید بود در خدمت مردم هستیم. بسیار تشکر برادر جان. خدا حافظ. خدا نگهدار. رمضان همه برادران مسلمان تبریک و مبارک باد میکنم. خدا نگهبان. تشکر. تبریک گفتن با چنین یک روزهای خوب، با چنین یک ماه خوب خیلی در دل انسان یک چی اهدا میکند، یک احساس پرفرح اهدا میکند. باشد که همین احساس همیشه در دوام سال در وجود شما باشد، پایدار باشد. گفته تمنا میکنم. سعید احمدزاده سلام اپا جان، ماه شریف رمضان مبارک باشد گفتن. تبریک گفتن. خب سعید احمدزاده برای شما هم تبریک، ماه شریف رمضان. رمضان بهترین زندگیتان باشد. و دادرم همین برای شما گفته هستم سعید جان، وقتی که همین نعمت ها روزی دراز می ایستند کسی توجه نمی کند، اما وقتی روزه داشتید
همون سیب و همون میوه هایی که همیشه می ایستادن نگاه هم نمی کردید. ماه رمضان از پیششان میگذرید، میگوید اگر افطار شود من همین رو میخورم، افطار شود انا اون رو گرفته میخورم، اون رو تمام روز. بعد تا افطار انسان گرسنه میماند، هر چیزی که میبیند میگوید برای افطار انا همین رو گرفته میمانم. و وقتی افطار می شود کمی تناول میکنید شکم سیر می شود. عجب یک حالت دارد. این هم یک فیض است. و انسان هر قدری که میل به طعام میکند همان قدر باید درک کند که چقدر انسان ضعیف است، چقدر نیازمند است، چقدر بر نعمتهای خداوند وابسته است، نیاز دارد. و باشد که رمضان بهترین زندگیتان باشد. زنگ دیگر رو قبول میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام دادری عزیز، بفرمایید. میخوام تبریکات خود را با کل مردم تاجیکستان همچون مهاجران ماه رمضان مبارک باشد و همه شما. بر شما هم مبارک باشد. خب همه تبریکاتی را خواستم رسانم. خب خواسته تبریک کنید کل مردم شریف وطن را بله و کل بله، مسلمانان دنیا را کل با مردم رمضانشان. وطن ای مسلمان دنیا ای مهاجران را خواستم تبریکات و این ماه شریف رمضان و شما هم باشد. در بلندان خانه آباد باشد. در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله و و برکاته. علیکم السلام. سربلندی نصیب شما هم باشد. از خداوند کریم طلب میکنیم سرتان همیشه در امان باشد، در پناه اسمت خداوند باشد. اینجا زیارت دوستاف نوشتن سلام علیکم مادر عزیز، ماه شریف رمضان مبارک مادر جان. مادر میگوید به حد خرسند میشوم. زن تا مادر نشود به کمال نمیرسد میگویند. بعدی که مادر شد انسان آهسته آهسته درک میکند چقدر مادر بودن شرفی بزرگ است، چقدر یک روحش بالیده میگردد. خب سلام علیکم، بیتان افطار میکنیم نوشتن. در سوخت باستان مردم خوجنده همین خیل بیتون میگویند. در اسفاره هم در برخی از منطقه هایش بیتون میگویند. عجیب شیوه های گوناگون داریم. غریب نوشتن نامشان را. خب و علیکم سلام، اشتهایتان برای شما میخواهم. تا افطار ما رسد 2 ساعت باقی است و اینجا برای نوروسان نصیحت میکردید. اپا جان برای حرمت شوهر گفتند. بله چون یک برنامه هم داشتیم، جایگاه کلین بود و میدونید رادیوی ما در همین بابت خیلی یک معروضه های خوب دارند. معلمه که خود متخصصی همین سمت هستند معروضه های خوب هم دارند. شاید در شبکه یوتیوب بعد این برنامه میگذاریم یا شاید دسترس میکنید این برنامه ها رو گوش میکنید. به هر حال نوروسان انسان هر کاری که میکند در دنیا همان عمل کاری کردهش را برخوردار نشدن نمیگذارد. میگویند هر خدمتی که برای خوشنامان ها میکنند کلین ها خوشنامان میشوند و از کلین ها میبینند همان را میبینند. من هنوز مکتب خان بودم و مکتب ما خیلی دورتر بود از خانه‌مان، چون مکتب های نزدیک بیشتر بودند. ما از به خاطر آنکه استادان فن ریاضیات در همون مکتب خیلی بزرگتر هستند همانجا مانده بود مادرم و وقتی از مکتب می آمدم باره در یک خاندان یک جوان تنومند پدر خود را دشنا میداد، پدر خود را لط میکرد، ضرب و لط میکرد، میگفت. خیلی دهشتناک بود هرچند کودک بودم. دویده آمدم از ترس هراس می لرزیدم. بابای پیر داشتم و بابا پرسیده بود که جانی بابا چرا ترسیدی، چرا می لرزی، چرا در چنین حالی؟ گفتم فلانی پدرش را زد. بابا یک کمی تکان خورد بعد تبسم کرد. در نظر من عجیب بود چرا بابا غمگین نشد. بابا تبسم کرد. بعد یک چند روز گذشت و بابایم نقل کرده بود که همان جوان را بود که پدرش را ضرب میکرد، لط میکرد. من پدر همان جوان را میدانم، پدرش پدر خود را زده بود. دیده بر میگردد، گردونی گردان میگویند، گردون گردنده است و
خوب در خاطر دارد که اون نفرانی که پای زندانی کردن اینقدر بیگناهان هستند مگر نمیچشند این روزهای بر سر مردم آوردهشان را؟ البته میچشند، البته میبینند این روزها را و زهر تلخ فراق آنها هم میچشند، آنها همین همه عذاب میکشند. البته برای همین هم خوبی خواستن بر دیگران، نیکی تمنا کردن بر دیگران بهتر است تا که پاداش همان را برداشته باشیم. گندم کاری گندم میگیری، میگویند که از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. بیایید من اینقدر پند و نصیحت نکنم چون که برنامه فقط من حرف زنم و گذشته رود. واقعا انتظار بودید که حکیم بزرگ چرا مراتبه سیوم مادر و فرزند را گفت که مراتبه چهارم گفت که شکر کمتر استعمال کند. حکیم بزرگ گفت من اول خودم را عادت کنانیدم که از شکر دست کشم. برای از شیرینی دست کشیدن من 3 هفته گذشت. دشوار است آخر، دشوار است، شیرین است و از شیرینی دست کشیدن دشوار، اما وقتی که پیامد آن را میدانید که دست کشیدید و چقدر فایده دیدید خیلی خوبتر است. امروز برنامه امان هم سمت ادبیات رفت، هم سمت دین رفت، هم سمت آناتومی یعنی طبیعت شناسی هم فرا گرفت. در باب فایده های گرسنگی گفته ایستاده بودیم. همون طبیب ارمسترونگ گفته ایستاده بودم، یا خود بوالسینا هم که با راه گرسنگی هم خیلی تبابت میکرد. میگوید وجود انسان احساس میکند آدم که مانند بلور پاک میشود چون ماه گرسنگی میکشد. واقعا یک راه بهترین هم هست برای روزه گرفتن. صبح دم سحر بیشتر آب بنوشید، بیشتر مایعات بنوشید صبح دم. و بسیاری نفران در مملکت های گرم قرار دارند. در وطن عزیز هم مملکت گرم شده است. بوالسینا گفته که اگر سحر بادرینگ خورید دوام روز کمتر گرسنه میمونید. البته بادرینگ های گرمخانه هست، هنوز از پالز برآمدهش نیست، اما خوردن آن برای کمتر تشنه ماندن خیلی مفید بوده است. کمتر تشنه میمانند. بعد کرم هم همین طور است. رستنی کرم، چون که کرم در پالس به حد بسیار آب طلب است و هنگام تناول کردن تشنه شکن هم هست. برنامه پرنده های مهاجر است. می توانید زنگ زده یک دیگر را تهنیت گویید. شاید 1 ساعت یا کمتر از آن دیگر فرصت داریم. فرصت غنیمت است، هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. سخن نیک گفتن، تمنای نیک کردن و یک دیگر البته که غنیمت است. تا دم شما تصمیم میگیرید، آماده میشوید، زنگ میزنید، زنگ دیگر را قبول میکنیم. خب علاقه زنگ زدن، مرحمت. الو، زنگ دیگر را قبول کردیم. السلام علیکم. با فکرم خاموش کردن. الو. خب درباره خیر و سخاوت گفتیم. در ماه رمضان اکثر انسانیت خیرخواه می شوند. از چی باشد که در دل انسان همین چیز خود از خود یک هویدا می شود، می خواهد انسان نیکی کند به همه، خیر کند بر همگان. و درباره سخاوت، یک دکان گوشت فروشی بود در یک طرف کوچه و آنجا بالای همان تریزه دکان گوشت فروشی، عادتا در دکان گوشت فروشی از تریزه خرید و فروش میکنند، بالای تریزه یک نوشتجات بود و در آن نوشتجات گفته شده خوراک اهل این گذرگاه به گوشت نجوشد. یعنی همگان باید گوشت خورده باشند تا که قوه و نیرو داشته باشند، نوشته شده است. و گوشت همین دکان 2 برابر گوشت بازار ارزان بود. تاجیکستان برای نیو 2 برابر گوشت بازار ارزان تر. زنگ، بله قبول میکنم. السلام علیکم. خب و 2 برابر ارزان بود، همگان از آنجا می خریدند و یک عادت عجیب داشت همان مرد گوشت فروش. هرچند یک خانه فرزند داشت، گوشت بر کسی اگر نصیحت دهد
روز دیگر یا بعد یک هفته آن نفر پول نسیه را آورده دهد میگفت نه، پول تو را به جای تو کسی دیگر پرداخت کرده است. در حیرت میموندند کی پرداخت میکرده باشد گوشت خریدشون پول نسیهشان را. و در همان کوچه یک ثروتمند هم زندگی میکرد که یک بنای با حشامت داشت، شهامت داشت عمارتش و بر خانه او فقط 2-3 نفر خویش و تبار و همکارانش وارد میشدند. با دیگران هم رفت و آمد کمتر داشت و همیشه مشغول کار و بار خودش بود و همین 2 فرزنده که داشت و تمام. و هر بار به همان مردی ثروتمند که صاحب یک قصر بزرگ بود، مردم همان گذرگاه همان کوچه نظر میکردند، میگفتند اینقدر دولت ثروت جمع کرده چی کار میکنی؟ از همان گوشت فروش عبرت گیری نمی شود. یک خانه فرزند دارد و باز اینقدر دست خیرش باز است، 2 برابر ارزان گوشت می فروشد، پول نسیه را نمیگیرد. و آن ثروتمندای ما سر میجنباند، تبسم میکرد، میگفت عبرت میگیرم، عبرت البته میگیرم. یک صبح خبر فوت همین نفری ثروتمند پهن شد، یعنی ثروتمند از دنیا گذشت. 15 دقیقه دیگر فرصت داشتیم، فرصت دارید زنگ زنید 15 دقیقه دیگر. یعنی همین ثروتمند از دنیا گذشت و در مراسم دفنش هم خیلی کم آدمان شرکت ورزیدند، چون که درباره ثروتمند کم می‌دانستند، در و با آن خانه کم بود. او همیشه مشغول کارش بود، صبح میرفت کار، بگه می آمد از کار و مراسم دفنش گذشت. روزی دیگر در همین گذر یک تغییرات عجیب به عمل آمد. گوشت از نرخ بازار کمی قیمت‌تر شد. نوشتجات بالای تیرزه گوشتخانه را کنده پرتافتند. بعد مردم ناراضگی سر کردند. همگان می آمدند به همان قصاب، به گوشت فروش می گفتند که از مرگ ثروتمند عبرت گیری نمی شود. اینقدر قصر رو کشت کرد و اینقدر بایگری جمع کرد و مرد و رفت. تو هم یک روز می میری، چرا گوشت را قیمت کرده؟ بعد آن گوشت فروش گفت گوشت این دکان را همیشه همان ثروتمند تامین می کرد. هر شب می آمد نسیه ها را می پرداخت و دکان را پر از گوشت میکرد و برآمده میرفت و من میفروختم. من که یک خانه فرزند دارم، از کجا پول مییابم که از بازار خریده 2 برابرش ارزان آورده اینجا به شما گوشت میفروشم؟ شما باید از او میندار میشدید. ببینید که تمام عمر عزیزش همان مرد ثروتمند اینقدر خیر کرده، اینقدر دستی کشاد بر مردم دراز کرده، اما کسی حتی تا مردن ثروتمند آگاه نبود که برای مردم اینقدر نیکی کرده ایستاده است. البته که قیمت که شد، مردم کم بیزاید نمیتوانند دسترسی به آن پیدا کرده باشند. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. پخش مستقیم مدار. بله برادر گوش میکنیم. بله دادرکم گوش میکنیم شما را. بخشش زیاد ما کم تر دیرتر در آمده موضوع رو یک بار میفهمونده. فقط تمنیات ماه رمضان است. یکدیگر را تهنیت گفتن با آمدن ماه رمضان است، چون روز اول رمضان، خصوصا مهاجران را. بار دیگر تمنیات خودم رو با کل مردم شریف تاجیکستان خصوصا با مهاجران بیان میکنم. خدا کند که به سال ماه مبارک دیگر همه ما و شما رو برسونه. بار دیگر مادرای عزیز رو به این ماه مبارک تبریک میکنم. مادرها زنده باشین، در حق مهاجران دوباره فراموش نکنین. انشالله خدا کند هر چیز سر قلب غربی بشکنه، ما با وطن و پیش پدر و مادر برگردیم. باقی سربلند باشین. مادر عزیز در حق ما دعا کنین. البته دعا میکنیم بر حق کل مهاجرانی که امروز دست و پا وابسته مهنت هستند. دعا میکنیم. تشکر برای زنگتان، خوب بود. رحمت مادر. خب حرفای خوب و پر محتوا بودن. تشکر. مادر دعا کند البته مستجاب میگردد. میگویند دعای مادر بهترین دعا هاست و میخواستم بابت همین دعای مادر برای شما شعرکی قرائت کنم. واقعا امروز فرصت برنامه کمتر است. 10 دقیقه دیگر فرصت داریم با شما حرف زنیم.
وقتی افطار رو به نظر گرفتیم. آینده شاید وقتی برنامه رو دگرگون میکنیم تا که همگان دسترسی بر آن داشته باشند و همگان واقف باشند که ساعت چند آغاز می شود. خب در روی جانماز واقعا همین شعر رو برای شما تقدیم می کنم از کلام خودم. در روی جانماز با دست های باز، با مهر دل نواز مادر دعا کند. قلبش فرشتسان، دلسوز، مهربان، از مغز جان مادر دعا کند. پند است هر دعاش، سرخم کن از براش. با آب دیده هاش مادر دعا کند. فیض و سخا درست، مهر خدا درست، کان دعا درست مادر دعا کند. صبح سعادتش، وقت عبادتش، رو بر عیادتش مادر دعا کند. از مرد نصیحت است، مادر غنیمت است. حالا که فرصت هست مادر دعا کند. خاندان هایی که صبح صادق قبل از برآمدن آفتاب جای نماز مادر جان ها گسترده است و برای فرزندکانشان دست نیاز بر خدا دراز کرده دعا میکنند که فرزندانشان، جان فرزندانشان در امان باشد، رزق فرزندانشان فراوان باشد. فقط و فقط برای فرزندشان از خداوند طلب میکنند در این خاندان ها مادر جان ها زنده باشند. مادر غنیمت زندگی شما همیشه سلامت باشند، بردم باشند، خداوند عمرشان را داده باشد. همین رمضان هم دست دعایشان از سرطان کنده نباشد. گفتم ما هم دعا میکنیم، مادروار دعا میکنیم. برنامه پرنده های مهاجر است. فرصت برنامه خیلی کم باقی مانده. می توانیم زنگ های آخر را قبول کنیم. دیدید اگر موضوع برنامه یگان موضوع فرهنگی ادبی باشد کمتر مردم اشتیاق پیدا میکنند، وارد میشوند و زنگ زده در تماس میشوند. اما همین که موضوع یگان سیاسی باشد یا یگان بحث برانگیز باشد خیلی بازار صحبت گرم میشود. باید سطح فرهنگ و ادبیات مردم را هم بالاتر برداریم. مردم گفته توانند وقتی که آدم در دلش بوده را به زبانش آورده نمیتواند، این عیب چیست؟ این کلمات در ذهن اوست. یعنی در ذهنش آنقدر کلمه های زیبا و آنقدر حرف های پرمحتوای زبان مادری خودمان نیست. برای همین هم در دلش بوده را به زبان آوردن نمیتواند. شاید اصول تعلیمی به ما داده در مکتب همین خیل بوده که آنچه که خواندیم گفتیم اما بیرون از درس چیز سلام علیکم مادر. و علیکم سلام. گوش میکنم شما را. بار دیگر سلام علیکم مادر عزیز. من میخواستم تبریکات خود را به کل مردم مهاجر و مردم بیرون از تاجیکستان و مردم تاجیکستان تبریکات خود را رسانم. خداوند در این ماه بزرگ سربلند و فیروز گرداند و در حق ما هم دعاگو باشد مادر عزیز. البته دعا میکنیم. بهترین است. خب خوب است که مادر میگویند همگان. بسیار خوب. تشکر برای زنگتان. شاید زنگ آخرین بود قبول کریم. بسیار تشکر برای تمنیات نیکتان هم تشکر میگویم. نیت نیک بر نفر میگوید تمنیات نیک میکنید، البته اول بر خودتان مستجاب میشود. این را فراموش نکنید. دهر به نقصان بود، عیب ها پنهان بود، راه بخت آسان بود وقتی که مادر بود. نان گرمم میداد، جای نرمم میداد، درس شرمم میداد وقتی که مادر بود. دامنش بوی بهشت، یاد نیکوی بهشت، من بودم روی بهشت وقتی که مادر بود. بابت دعای مادر گفتم همین شعر به خاطرم اومد. در بودنش قدر کنید.
بعد رفتن خوابی های خانوی یا گفتگی برین سر قبر رفتنتان را آیا میداند میت زیر قبر آیا نمیداند در بودنش مادر جانان را قدر کرده دعای نیکشان را گرفته باشید. میگویم اینک فرصت برنامه خیلی کم ماندن و من با شما باید خداحافظی کرده باشم. یک بار دیگر روز اول ماه شریف رمضان برای همه‌تان مبارک باشد. رمضان نیک باشد، رمضان پرفیض و با برکت باشد و بگذار دعاهای شما مستجاب گردد و همین رمضان بر دل ظالمان هم اندک شعله رحم و شفقت پیدا شود، اندک نعمت شفقت را خداوند جاری کند که از ظلم دست بردارند و زندانیان ما رها شده باشند. و در آخر برنامه بسیار میخواستم یک نکته را گویم. بر نقلیات مسافربر سوار شدم و این در شهر خودمان بود. کسی نبود جز راننده و یک نفره که نزد راننده نشست و راننده گفت مبارک باشد به آزادی برآمده، خیلی شاید درس گرفتی در حبسخانه و دیگر راه خطا نمی روی. جوان گفت نه، من بسیار میخواستم کمی بیشتر در همان محبس باشم. راننده در حیرت ماند، گفت عقلت در جایش، چی گفته ایستاده؟ و همان نفری که رها شده است از محبس، نامش را نمیگویم، گفت نامش را نه، نام نفری را که او در نظر داشت، گفت چند پیش، یگان ماه پیش نفری را بر محبس آوردند که یک چهرهش هم نورانی بود، یک کلامش هم پر از یک فصاحت و بلاغت بود، دانشش هم ایمانش هم در جایش بود. چون او آمد در همان اتاق ما که همگان می نشستند، یک برکت دیگر وارد شد، گویا فیلم یوسف را تماشا کرده ایستاده باشیم. همگان تغییر یافتند، جمع می شدیم گرد او، امر معروف گوش می کردیم و در دوام آن روزهایی که او در محبس بود تماما نه جنگ و جنجال و خرخشه می شد، نه زنازنی می شد. حتی همان کارمندان محبس هم به ما هوس کرده اومده در قطار ما نشسته امر معروف همان جوان را گوش می کردگی شدن. بینید بیهوده نگفتند که محبس برای عاقلان مدرسه یوسفی است. محبس مدرسه یوسفی است. انا همین بزرگان را به محبس میبرند، شاید میخواهند کلی در محبس بوده ها را، شاید گناهکارانی هم هستند در آنجا، درس عبرت بخشیده باشند، اما کار خوب نیست که بزرگان را حبس میکنند. یک پادشاه هندوستان بود، یک راهبر کشور هندوستان بود، او گفته بود، مهاتما گاندی بود، گفته بود در یک کشور نالایق جای جز محبس برای نفران لایق کشورش وجود ندارد. یعنی که در یک کشور نالایق جای جز محبس برای نفران لایق کشورش وجود ندارد. کشوری که در محبس دانشمندان را، بزرگان دین را، صاحب مذهبان را جا کرده است، اهل فهم و درک را، نفرانی که سیاست را درک میکنند، نفرانی که آزادی سخن دارند، گفته میتوانند، اینها را در محبس نگه میدارد. این کشوران نالایق نامیده است. این حرفی مهاتما گاندی بود، یک دوره پادشاه هندوستان بود، یعنی راهبر هندوستان، سرور هندوستان بود که اون وقت که دولت پادشاهی نبود. خب 1 دقیقه فرصت داریم و در این فرصت میخوام با شما خداحافظی کنم. ای مردم بیدار، پناهت به خدا، تا دیدن دیدار پناهت به خدا. خیر عزیزان.